کودک به جای فرزند و جوابگر شدن مکتب و جامعه به تربیت نسل نو است. وکیلان پارلمان تاجیکستان قانون را درباره مسئولیت برای تعلیم و تربیت کودک تکمیل کردند. گفته می شود این تغییرات زیر تاثیر واقعه‌های اخیر جهانی به عمل آمد. کارشناس ارشد شعبه تامینات حقوقی وزارت معارف و علمی تاجیکستان این دیگرگونی را مهم دانست. هدف از قبول قانون جمهوری تاجیکستان در باره مسئولیت در تعلیم و تربیت کودک این با نظرداشت وضع سیاسی، با نظرداشت وضع تغییریابنده جهان معاصر، تربیت نمودن کودکان در روحیه وطندوستی، در روحیه خودشناسی و پیشگیری از هر گونه عامل‌های نامطلوب، پیشگیری از هر گونه آواره‌گردی و مانند اینها میباشد. تا تحریر اخیر قانون درباره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند نام داشت. نقش مکتب و جامعه جای نداشت و هم واژه فرزند سن و سال را معین نمیکرد. یکی از وکیلان پارلمان میگوید اکنون نه تنها جریمه والدان برای بی‌مسئولیتی به اندازه از 10 تا 12 نشان دهنده و یا از 720 تا 864 سامانی بلکه مجازات دیگران هم مقرر شده است. کارمندان مؤسسه‌های تعلیمی یا تربیوی در روند تعلیم و تربیت نسبت به کودک استفاده بردن زوراوری اینچنین نظارت نکردن کودک جریمه‌ای پیشنهاد کرده شده. حقوقشناس شاکرجان حکیموف بر این است که تغییر و اضافه‌های قانون می‌توانند سبب ظهورات نامطلوب نیز شوند. کوشش تأسیس دادن باز کدام کمیسی‌ها یا مسئولیت‌های علاوه‌ای را به ذمه دیگر نهادها دادن، این برای باعثی با وجود آمدن مناسبت‌های کرپسیونی و دیگر پدیده‌های ظهورات نامطلوب نشده روند تعلیم و تربیت را خلل‌دار نیز خواهد کرد. با وجود پذیرفته شدنش از طرف مجلس نمایندگان بحث سر این مسئله‌ها ادامه دارد. طرح زمان بقا می‌یابد که مجلس ملی آن را قبول کرده رئیس جمهوری تاجیکستان با آن امضا کند و متنش در مطبوعات رسمی چاپ شود. قانون مسئولیت پدر و مادر در تربیت فرزند در تاجیکستان سال 2011 قبول شد و تاکنون بر پایه آن هزارها پدر و مادر را تنبیه دادند و جریمه بستند. این قانون از آغاز قبول شدنش بحث‌های زیادی را در مطبوعات تاجیکستان برانگیخت، چون بعضی‌ها آن را دخالت به حقوق بنیادی انسان نامیده می‌گفتند. از چنین راه‌های مأموری نمی‌توان تعلیم و تربیت فرزند را بهتر کرد.